من در انتخاب شعر بسیار چی هستم، کنجکاوگر هستم. به من شعر باید تصویر داشته باشه، یعنی شاعر باید یک دیدی بسیار بلند داشته باشه، یک چیزی ارزی نباشه که امروز فردا باشه. به او خاطر شعرهایی که بسیار تصویر بلند داشته باشن برام خوشایندن، یعنی اونا همیشه میمونن، یادگار میمونن همیشه. هر نسلی که میای خود در او قالب فکر میکنه. وقتی تو مثلا شعر میخوانی، حالا یک شعر دیگه از یک شاعر هم زبان ما تاجیک است که او را خواندم، او را که وقت یک عاشقم که میشنه او را فکر میکنه که ایر از وجودی ما گفته، ولی یک آدمی که یک آدم منتظر به خاطر فرزندش یا یک دل بستهش است، وقت او میشنه و فکر میکنه که این شعر برای ما گفتن. اون تو شعرها باز همیشه زنده و جاودان میمونن. بسیار خوب. اگر داود پژمان را در 3 کلمه شما تعریف کنین چه تعریف؟ بسیار خوب. در اخیر هم دوست داریم یک پارچه آهنگ دیگه از شما داشته باشیم، هر آهنگی که شما راحت هستین و دوست دارین. بسیار خوب. وقتی آدمی قصوال شود آهنگ از یادش می رود. دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی. گلی پیاده به منزل پیاده باز آمد، گلی پیاده به منزل پیاده باز آمد، برفتن چقدر شد چرا نمی آیی، برفتن چقدر شد چرا نمی آیی. نهال پشت درت با قدت برابر بود، نهال پشت درت با قدت برابر بود، چناری خوش قد و بر شد چرا نمی آیی، چناری خوش قد و بر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی.
آیی چرا نمی آیی. تشکر، سلامت باشین، واقعا عالی بود.